خردکن کنوود و آسیاب کنوود که مدل CHP80 هستش که با توان 1000 وات میتونه براتون انواع مغز و ادویه‌جات رو درست بکنه با قدرت فوق العاده. تیغه آسیابش الان من براتون تست میکنم. دو تا حالت سرعت تک سرعته و سرعت توربو داره که یه لحظه روشنش میکنم. و این قسمتش هم که خردکن شما نصب کردیم که شما از این بالا میتونید مایجات هم در حین خرد کردن مواد اضافه بکنید و 4 تیغ خیلی تیز و قوی داره که به راحتی میتونید انواع مواد رو داخلش خرد بکنید با ایمنی خیلی بالا و کیفیت فوق العاده از برند اصلی کنوود هستش. جدیدترین خردکن مایر مدل 495 هستش با توان 800 وات که این خردکن صفحه نمایش لمسی داره که 9 تا برنامه خرد کردن روش هستش و دقت بکن که 9 تا تیغه فلزی طلایی رنگ داره. ببینید این قسمت شفت فلزیه و حالت قرف هم داره که باید همه قطعات به هم وصل بشن که شروع به کار کنه. الان من اینو میزنم و قدرت خیلی فوق العاده میتونه مواد رو براتون خرد بکنه. دوباره این قسمتشو میزنم یا این قسمتشو. انواع مختلف گوشت و سبزیجات رو به راحتی براتون خرد میکنه. پلوپز فیلیپس هست مدل 4518 که این قسمت مال بخارپزشه و شما میتونید داخلش مواد بخارپز هم انجام بدید و یه منوی پخت خیلی زیبا داره که برنج رو به روش‌های مختلفی کامل پخت میکنه با 4 لیتر ظرفیت و این قسمت برای بخارشه و بسیار کاسه با کیفیتی هم داره، کاملا نچسبه و المنت بسیار پرقدرتی هم هست که به راحتی میتونید رو تهیه بکنی و رنگش هم خیلی رنگ زیبا و جذابی طراحی کرده از برند فیلیپس.